11 اکتبر سال 2022 در شورای وریتسکایا در نزد بنای رقم 15 در شهرک پریگراد نویه گاچینای ولایت لنینگراد روسیه کارمندان پلیس یک شهروند 35 ساله تاجیکستان را که همچون رهبر سازمان افراطی در جستجوی فدرالی قرار داشت دستگیر کردند. این مهاجر تاجیک از جانب مقامات کارهای داخلی ولایت ختلان تاجیکستان تحت جستجو قرار داده شده در وطنش به ضد او بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام برانگیختن کینه عداوت و تشکیل فعالیت افراطی پرونده کشیده بودند. در تاجیکستان با چنین اتهامات به ضد طرفداران اپوزیسیون و منتقدان حکومت نیز پرونده می‌کشند. شهروند تاجیکستان از ماه ایول سال 2022 در جستجو قرار داشته است. او از بازداشت فرار کرده از ماه ایول تا دکبر سال 2022 در روسیه ثبت نام کرده بوده است. پلیس ولایت لنینگراد مقامات تاجیکستان را از بازداشت این نفر خبردار کرده او را فعلا به حبس گرفتند. اسم بازداشت شده و تفصیلات دیگر پروندهش گفته نمی شود. خود او و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. در 2 روز آخر این حلقه دومین مورد بازداشت شهروندان تاجیکستان در پتربورگ و ولایت لنینگراد با درخواست مقامات تاجیکستان است. در هر دو مورد زادگان تاجیکستان با اتهامات سیاسی تحت جستجو قرار داشتند.